خدا، امروز رو با شما هستیم با آموزش راهبرد حل مسئله الگویابی. خب ما سال قبل یاد گرفتیم که الگویابی یعنی پیدا کردن یک نظم و جواب دادن طبق همون نظم و یاد گرفتیم که الگویابی یا هندسیه یا عددی. خب الگویابی هندسی مثل اینه، به شکل نگاه کن. شکل اول یک دایره داره، بهش 2 تا اضافه شده شکل دوم. به شکل دوم 3 تا اضافه شده شکل سوم و به شکل سوم 4 تا اضافه شده شکل چهارم. پس به ترتیب طبق شماره شکل بعدی به شکل قبلی اضافه میشه. پس اگه بخوایم شکل 7 رو به دست بیاریم خیلی راحته. شکل 4 چند تا دایره داره؟ 10 تا. خب شماره شکل 5 و 6 رو با هم جمع میکنیم میشن 11 تا، به علاوه 10 تا دایره شکل 4 میشن 21. حالا شماره شکل 7 رو به 21 اضافه میکنیم میشه 28 تا. پس شکل 7 28 دایره داره. حالا بریم الگویابی عددی. به عبارت نگاه کن. میخوایم الگو رو ادامه بدیم. اولی 120 چند تا بهش اضافه شده که شده 240 تا؟ آفرین، 120 تا. دوباره همین عدد ثابت یعنی 120 به 240 اضافه میشه و میشه 360 تا. همینطور 120 تا 120 تا اضافه میشه و عددها به دست میاد. حالا اینو میتونیم با رسم شکل هم نشون بدیم. اولی چنده؟ 120 یعنی 100 تا یه دونه 100 تایی و 2 تا 10 تایی. به این عدد دوباره یک 100 تایی و 2 تا 10 تایی اضافه میشه 240 تا که عدد دومه. به همین صورت به عدد دوم یک 100 تایی و 2 تا 10 تایی اضافه میشه تا عددها به دست میاد. حالا شما این الگو رو ادامه بده و عدد هشتمش رو به دست بیار، برام بفرست و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو دنبال کن.